بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزا قلبی من خونبار باشد، دیلم از درد و غم سرشار باشد. ما شما خواهی کافرهایمون بی غیرت دیوالای کتا کتا کردن در پشت دیوالا خود کردن همین از بی غیرتی میشه. ما نواسا 1.5 میلیون شهید دادیم، ملت قهرمان هستیم. باز اینجا بگیم که بله پایگاه امریکایی ها جور شود. کسی که میگه پایگاه نظامی جور شود در افغانستان، پایگاه نظامی امریکایی ها در روز قیامت 1.5 میلیون شهید لغت مالش میکنه. لعنت خدا سرت. اگر ما ولو طلبنا العزه بغیر الاسلام، اگر ما عزت بغیر از اسلام در چیز دیگه بخوایم، اذلنا الله، باز خدا ما را ذلیل میسازه. اگر جوان در سن 17 سالگی و 16 سالگی به دعوت شروع بکنن، گپای از ما کاکاگکای 45 ساله کده خوب مؤثر است. اول کافر سلاشی است که تو را با جنگ فکری اول برات دختر پیش میکنه، پیسه را پیش میکنه، چوکی را پیش میکنه. ما مسلمان با فکر کار داریم، نه مسلمان صندوقچی معلومات. الهی برای من 100 مرتبه این جسم و جان بده که 100 مرتبه در راه تو گوشتایم اینمی قسم بتکن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره. أما بعد، برادرای مسلمان، ما همیشه سرزمین بحث کردیم که ما مسلمان ها باید شخصیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در طول سال در روزهای مختلف و در درسهای بسیار زیاد سر پیغمبر صلی الله علیه و سلم و شخصیت از او بحث بکنیم. یک سوال دقیق را یکی از دوستان مطرح کردن و این سوالشان ای بود که امی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چی کار کرد؟ یا به اسلوب دیگه اگر مطرح کنیم، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چی ساخت؟ ولی زیادتر مردم سر مسئله ساختن بحث میکنه. یک کسی موتر ساخت، یک کسی طیاره ساخت، یک کسی موبایل ساخت، یک کسی کامپیوتر ساخت، یک کسی برنامه ساخت. سوال از اینایی بود که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چی ساخته؟ جواب از این کی میتونه برای ما دقیق بگه یک پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی ساخت؟ بفرمایید. آفرین. این سوال بسیار دقیق چی است که همه مخترعین جهان یک کار کردن و حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم یک کار کرد. تمام مخترعین جهان و تا عصر امروزی همه از اینا سر یک نقطه پافشاری میکردن و سر زمین یک نقطه زیاد میکردن. اینا عالم میسازن، وسیله میسازن، چون انسان نمیسازن. بزرگترین و خطرناکترین مشکل جهان از قدیم تا امروز تا 1000 سال دیگه و تا روز قیامت، بزرگترین مشکل انسان که انسان اذیت میرسانه ساختن انسان است. امروز اگر ما شما ببینیم، یک عالم میگه غربی ها تانستن که در هوا، در آسمان، گفتن اینا تانستن که در آسمان یعنی از پرنده ها کرده هم خوبتر پرواز بکنن. اگر یک پرنده خودش پرواز میکنه،
انسان نه تنها ای که میتونه پرواز بکنه از پرنده کده خوبتر، بلکه 500 نفر 700 نفر حتی 1000 نفر و تا حال تیارای جامبوی دیگه جور شده که از او هم بیشتر میتونه که شاید اتروز شده که در یک تیاره مثلا 100,000 نفر هم که خود پرواز بده و با آسمان از یک قاره به قاره دیگه بره. یعنی انسان ها در آله سازی و وسیله سازی از پرنده ها که هم خوب پرواز میکنن. پرنده را میگه تو چی هستی؟ یعنی من انسان که هستم، از تو که لکستر تیزتر خوبتر پرواز میکنم. و این انسان تانست که به حساب بحرها و به حساب شنا کردن در آب از ماهی و نهنگ کرده هم انسان چی کنه؟ خوبتر شنا بکنه، خوبتر حتی ماهی بیچاره خودش شاید تنها شنا بکنه. این انسان حتی آبگودهای زیرزمینی های را جور کرده که میتونه مثلا در تحت البحری ها جور کردن که انسان میتونه مثلا در می تحت البحری ها یعنی ماها زندگی بکنن، در بین از او هتل ها بسازن، در بین از او شبهای خدا تیر کنن، روزهای خدا در زیر آب تیر کنن و نورمال 6 ماه بعد از زیر آب براین و غذایشان و همه چیز اونجا برشان آماده هست. ولی انسان چی نتانست؟ اما این انسان نتانست در روی زمین مثل یک انسان حرکت بکنه. این انسان نتانست در روی زمین مثل یک انسان حرکت بکنه. انسان چه قسم حرکت بکنه؟ انسان مثل یک انسان حرکت بکنه که حداقل همسایش از او شکایت نداشته باشه، برادرش در خانه از او شکایت نداشته باشه، خانمش از او شکایت نداشته باشه. اگر در یک کشور هستن، کشور همسایه از او شکایت نداشته باشه و اگر قدرت داره مظلوم از او شکایت نداشته باشه. از این خاطر میگن دی شیخ با چراغ همه گشت گرد شهر، دی شیخ با چراغ همه گشت گرد شهر، که از دی و دت ملولم و انسانم آرزوست. دیو انسان های هستند که اصلا دیو شیطان هم میگن دیو، و اینجا در شعر منظورش انسان است که قواریش انسان وارست لکن داخلش حیوان صفت است و تمام روز در جنگ و در جنجال مبتلا هست. تمام روز چه قسم لط کنم، چه قسم جنگ کنم، چه قسم تجاوز کنم، چه قسم حق دیگران را بخورم. شیطان صفت، دیو شیطان، کلان شیطان ها، و دد حیوان درنده. پس بعضی کسا هستن که ظاهرا اناتومیش انسانی لکن فیزیولوژیش شیطانی، فیزیولوژیش حیوانی، که از دی و دد ملولم خسته شدیم از انسانهای شیطان صفت و از انسانهای حیوان صفت، که از دی و دد ملولم و انسانم آرزوست. گفتن یافت می نشود جسته این ما. کلگی برش گفت که او شیخ دیش سفید تو چراغ گرفتی و در روز روشن گرد که چراغ در مردم میگردی که باش ما یک انسان پیدا بکنم. گفتند یافت می نشود جسته این ما بسیار پالیدیم، لکن ما اما تو انسان که او واقعا اناتومی و فیزیولوژیش، قلب و قالبش، ظاهر و باطنش، ساختمان فیزیکی و معنویش، صورت و سیرتش انسانی باشه، صورت و سیرت، قلب و قالب. تو انسان گفت ما نیافتیم. گفتن یافت می نشود جسته ایم ما. گفت آن که یافت می نشود آنم آرزوست. گفت آن که یافت می نشود آنم آرزوست، که از همراهان سست عناصر دلم گرفت. از وطندارای بی غیرت و بی عنصرم دلم گرفت. شخصیتش معلوم نیست، موقفش معلوم نیست، فکر و اندیشش معلوم نیست. شیر خدا و رستم داستانم آرزوست.
یا اگر مسلمان است مثل حضرت علی رضی الله تعالی عنه واره شیر خدا با امو قوت و ایمانش باشه، و یا اگر ضعیف الایمان است، ضعیف است، کافر است، مثل رستم واره باشه. حداقل در میدان رستم میامد استاد میشد. ما و شما همین کافرایمون بی غیرت است، دیوالای کتا کتا کردن در پشت دیوالا خدا پد کردن، همین از بی غیرتی میشه. رستم از یه کده غیرت داشت، شمشیر خدا میگرفت میامد در قطار استاد میشد، میفهمه بیاین کتمه بزنید، جنگ میگد کشته میشد، خلاص. مهتری گر با کام شیر دور از شب خطر کن، ز کام شیر بجو، یا بزرگی و عز و نعمت و جا، یا چو مردانت مرگ رویاروی. اگه او کافر بود غیرت داشت. از ما کافرای ما چی هستن؟ بی غیرت هستن. مثلا در کوتی سنگی دل شیر، در دل سوپر پاور امریکایی بان بگم کوتی سنگی شامکی بیا بریم یک چکر تا می چیز یک چند قدم پای پیاده، دل شیرم که دلش بانی میگه. دمی شهر کابل هم روی سرکام که میگردن همه جام تا که پشت جوال باشنه، لا یقاتلونکم فی قرم، لا یقاتلونکم، همونجا باز یک آیت شریف میگه الا نه مو آیتی که درباره یهودی‌ها گفته که الا فی قرم محصنه، مگر در چهار دیوالی ها، پشت چهار دیوالی ها، یا از اونجا در یک غارک سهل داره که چه قسم از این فایر بکنه، یا که یا بمبارد بکنه، همونطور که نر واره استاد و بیا و در روی سرک و بگه که بله من دشمن هستم، یا با دروغ من دوست هستم به لباس دوستی و فلان گپا. به هر صورت ما و شما طالع نداریم، نه مسلمان غیرتی را دیدیم و نه کافر غیرتی دیدیم. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چی کرد؟ حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم 13 سال درس انسان سازی داد. 13 سال در مکه مکرمه 13 سال انسان ساخت. مرد، زن، پسر جوان، دختر جوان، نوجوان، دختر نوجوان و پسر نوجوان انسان سازی کرد. و بعد از 13 سال وقتی که انسان هایی را که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم ساخت، باز از اینمی انسان ها، کادرهای با ایمان، باز از اینا حکومتی را تشکیل داد. حکومتی را تشکیل داد که این حکومت شد که اساس و تهداب تمدن در جهان گذاشت. و بالاخره در طول 80 سال، مثل که گوستاو لوبون فرانسوی میگه رومانی ها در 8 قرن کاری را نتانستن که پیروای محمد، شاگردای محمد صلی الله علیه و سلم در 80 سال این تمدن به کل دنیا، شرق و غرب، امروز هم دانشمندای جهان، یکی خب ما و شما مسلمان های احمق و بی مطالعه و بی خبر و بی دین و بی فکر داریم، یکی حتی غربی هایی که متعصب نیستن، اونا هم میگن که بله مسلمان ها تمدنی داشتن و این تمدن از اینا که 12 قرن دوام کرد، یا از خیرات از اینا بود که امروز هم اروپایی ها از کتاب های از اینا استفاده میکنن و تصاویر از ابن سینا بلخی، از البیرونی و از دیگر دانشمندای متمدن مسلمان فعلا هم در پوانتون های از اینا من حیث علما و دانشمندان